این راز برای همه ما جذاب هست که چجوری 3 نفر میتونن 30 خورده سال در کنار هم یک نشریه رو منتشر بکنن. اینکه کار مطبوعاتی بکنیم اون اصل بود، ولی اینکه بعداً به این رسیدیم که بیایم یک مجله سینمایی در بیاریم که یکم خنده‌دار بود. در شرایط بعد از انقلاب مسئله سینما مسئله بسیار پیچیده‌ای بود. احساس خلا و پوچی می‌کردم تو این فضا. یک سری حرفا بود، این سینما باید برود، این سینما بیاید. به خود من همون موقع گفتن یا این فیلمایی که ما میگیم بسازید یه بار از سینما بیرون. ما بخشی از شرایط بودیم. اتهام مجله فیلم این بود که به جای اینکه کمک کنه به اینکه فضای سینما کشور عوض شه، داره باش همراهی میکنه. اگر مجله باقی میمونه به دلیل اینکه خیلی از حادثه ها نداره. مجله فیلم نقش مهمش اینه که از دق کردن یک نسل جلوگیری کرد.